سلام به شما عزیزانی که همراه ما هستید. امروز میخوایم با هم بریم سراغ یه سوال خیلی مهم، یه سوالی که شاید ته دل هممون باشه. چطور میتونیم به راهنمای غایبمون امام زمان عج نزدیکتر بشیم و از حال دلمون باخبرش کنیم؟ چطور بفهمیم از ما راضیه؟ بیایید با هم این مسیر رو قدم به قدم کشف کنیم. خب این همون سوال اصلیه، همون دغدغه همیشگی. از کجا بفهمیم امام زمان از ما راضی هستن؟ اصلا معیاری وجود داره که خودمون رو باهاش بسنجیم؟ خبر خوب اینه که بله، وجود داره. و کلیدش هم خیلی نزدیکتر از اونیه که فکرش رو میکنیم. چیزی که هر روز میتونیم بهش مراجعه کنیم. اولین و شاید بشه گفت مهمترین جواب توی کتابیه که هممون بهش دسترسی داریم. بزرگان ما یه راه خیلی ساده جلوی پامون گذاشتن. میگن اگه میخوای بدونی جایگاهت پیش امام زمان چیه، خودت رو به ترازوی قرآن عرضه کن. خودت رو با قرآن بسنج، ببین کجای کاری. نکته کلیدی دقیقاً همینه که این دوتا یعنی امام و قرآن اصلاً و ابداً از هم جدا نیستن. یادتونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهش توی حدیث ثقلین چی فرمودن؟ کتاب الله و اطرتی. این دوتا امانت گرانبها تا روز قیامت کنار همن. پس معادله خیلی ساده است. هر جا قرآن هست، امام هم هست. رضایت قرآن یعنی همون رضایت امام. خب پس نکته اصلی اینجاست. ببینید اگه دست ما به دامن امام نمیرسه، به قرآن که میرسه. انس گرفتن با قرآن، فکر کردن به آیه‌هاش و اصلا زندگی کردن باهاش، این دقیقاً یعنی ارتباط با امام زمان. این یه شعار نیستا، یه حقیقته. و این یه نتیجه خیلی قشنگ به ما میده. اگه کسی میخواد زمین ساز ظهور امام زمان باشه، اول باید کاری کنه که قرآن توی حرف زدنش، توی رفتارش، توی زندگی روزمرهش ظهور پیدا کنه. خیلی ساده، هر چقدر قرآنی تر زندگی کنیم، همونقدر امام زمانی تریم. اما خب این ارتباط با قرآن تو عمل یعنی چی؟ تاریخ ما پر از آدماییه که این مسیر رو با تمام وجودشون زندگی کردن. سربازای واقعی امام بودن، هر کدوم توی میدون متفاوت. فقط به این دو چهره بزرگ نگاه کنید. علامه حسن زاده آملی، یه عارف بزرگ که توی قله‌های علم و دانش خدمت می‌کرد، و از اون طرف سید حسن نصرالله، یه مجاهد خستگی ناپذیر توی خط مقدم مقاومت. ببینید هر دو سرباز امام زمانن، ولی سنگرهاشون با هم فرق میکنه. این به ما چی میگه؟ میگه راه خدمت به امام فقط یه جاده یه طرفه نیست. این جمله از علامه حسن زاده واقعا عمق فروتنی و وفاداری ایشون رو نشون میده. قنبر کی بود؟ خدمتکار وفادار امیرالمؤمنین علی بود. کسی که شبها نمیخوابید تا مراقب مولاش باشه. حالا تصور کنید علامه با اون همه عظمت علمی خودش رو در جایگاه قنبر برای رهبرش میبینه. این واقعا حیرت انگیزه. و اما این داستان شگفت‌انگیز که خود علامه حسن زاده نقل کرده واقعا شنیدنیه. یه عارفی توی خواب میبینه که یه عالمی کنار امام زمان ایستاده و نماز میخونه. خب این آدم پا میشه و میفته دنبال اون عالم. میره مشهد، میره تهران، هر جا رو که فکر کنید میگرده ولی پیداش نمیکنه. آخر سر کجا پیداش میکنه؟ توی قم، توی یه حجره خیلی ساده توی مدرسه فیضیه. میبینه همون عالم داره درس میده. و اونجا میفهمه که جایگاه واقعی این مرد بزرگ یعنی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی توی گمنامی و بندگی خالصانه بوده، نه توی شهرت و هیاهو. حالا میرسیم به یه بخشی که شاید قلب آدم رو بیشتر تکون بده. میخوایم با هم بریم سراغ وصیت‌نامه یه شهید. کلماتی که انگار از اعماق یه روح بیقرار و عاشق بیرون اومده. این کلمات تکان دهنده از وصیت‌نامه شهید رضا نادریه. ببینید چه خودآگاهی عجیبی. اون داشت خودش رو محاکمه می‌کرد. حواسش به حمله‌های نفسش بود، در حالی که شاید خیلی از ما اصلا از این جنگ درونی خبر نداریم. حالا به این آرزوی عاشقانه نگاه کنید. توی اوج اون لحظه شهادت، تنها آرزوش چیه؟ یه سجده دیگه. میخواست لحظه رسیدنش به خدا اوج بندگی و خضوعش باشه. این دیگه اسمش چی میتونه باشه جز عشق خالص؟ و این هم سوالیه که شهید نادری انگار از روی سنگ مزارش از هممون میپرسه. یه تلنگر خیلی محکم داره بهمون یادآوری میکنه که یه مسئولیت سنگین روی دوش ماست. مسئولیت ادامه دادن راهی که اونا براش جونشون رو دادن. خب با همه این داستانا و این مفاهیم شاید بپوسید راهکار عملی چیه؟ آخرش باید چیکار کنیم؟
این بخش آخر یه جواب خیلی ساده ولی فوق‌العاده عمیق به این سوال میده. آیت الله بهجت، اون عارف بزرگ، انگار تمام مسیرهای پیچیده عرفانی رو تو یه جمله خلاصه کرده. امام زمان از ما توقعات عجیب و غریب ندارن. فقط همین یه چیز رو میخوان: گناه نکنیم. تمام عرفان عملی، تمام سلوک توی همین یه کلمه خلاصه میشه. برای اینکه عمق این ماجرا رو بفهمیم، بزرگان یه مثال خیلی جالب زدن. میگن یه بار که جلوی خودت رو میگیری و غیبت نمی‌کنی یا یه لقمه شبهناک رو نمیخوری، ارزشش از 2000 رکعت نماز مستحبی هم بیشتره. مبارزه با نفس خودش بزرگترین عبادته. با این نگاه گلزار شهدا دیگه فقط یه قبرستون نیست. مگه میشه باور کرد که امام زمان برای دیدن یاران با وفاشون به اینجا سر نزنن؟ اینجا قدمگاه ایشونه، جایی که عطر حضورشون رو میشه حس کرد. و اینم سوال آخریه که هر کدوم از ما باید از خودمون بپرسیم. شهدا با جونشون خودشون رو به امام رسوندن. راه ما چیه؟ ما توی زندگی روزمره‌مون، توی انتخاب‌های کوچیک و بزرگمون چطور میتونیم قدم توی راهی بذاریم که ما رو به امام نزدیک کنه؟ این همون مسیریه که پیدا کردنش به عهده تک تک ماست.